چجوری واتساپ گوشی قبلیمون رو تو 30 ثانیه به گوشی جدیدمون منتقل کنیم؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین روش انتقال واتساپ از هر موبایلی به موبایل دیگر رو پیدا کردم که فقط کافیه دوتا گوشی رو بذارید کنار هم تا واتساپتون خیلی سریع منتقل بشه. برای دیدن ویدیوهای کاربردی بعدی هم حتما پیج رو فالو کنید. دوتا گوشیتون رو بذارید کنار هم. گوشی سمت راست گوشی جدید شیائومی منه و گوشی سمت چپم گوشی قدیمیم که سامسونگه. تو گوشی قدیمیتون وارد تنظیمات واتساپ بشید، چت رو بزنید. ترانسفر چت رو که انتخاب کنید دوربین رو برای اسکن یک QR کدی باز میکنه. حالا تو گوشی قدیمیتون وارد واتساپ بشید و با همون شماره واتساپتون لاگین کنید و بعد کانتینیو رو که بزنید یک QR کد بهتون نشون میده که فقط کافیه با گوشی قبلیتون این QR کد رو اسکن کنید تا کل واتساپتون تو 30 ثانیه منتقل بشه. به همین راحتی. این ویدیو رو هم با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا هم این مشکل اساسی انتقال واتساپ به گوشی جدیدشون رو به همین راحتی برطرف کنن. دمتون گرم.